اگر خواهی شوی سرور دعاگیر از پدر مادر. بیابی نام و بام و در دعاگیر از پدر مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم بهر هر یکی شما. من امروز جماعه شهنان تبریکات شهنان برای تبریک کردن به محله اندیجانی، برای تبریک کردن اسمت امک امروز جشن زادروز دارند و البته مادر مهربان صابرایتی رو امروز از نام فرزندانشان، از نام دیگر بندانشان تبریک میکنیم. از نام امید جانکه، از نام مولدایتی این تبریکات بهترین را پیشکشی آنها میکنیم. با ما باشد، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم صاحب جشن ها، مهمانان عالی قدر، سمرقندیان، مهمانان عالی قدر این خانواده اسمدکه صابرایتی، به هر یکی شما با امروز روز خرسندی خوش آمدن میگیم. از نام فرزندانشان، از نام امید جانکه، از نام مولدایتی امروز فهمیدیم که در این خاندان پرفیض و پرنور پدر مادر مهربان خاندان از همه انسان‌های خوشبخت‌ترین که امروز فرزندان عزیز با اعتبار شده برای زادروزشان خواستند تبریکات را برایشان رسانند. امروز اسمدکه و صابرایتی جشن زادروز دارند. دستمان خالی باشد، یک تا قرصک میزنیم پیشانبه تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. السلام علیکم، زادروز مبارک باشد. امروز روز خرسندی را، مولود عمر را، روز تولد را مبارک باد میگویم. امروز اسمدکه چند سالش راستش گفت کنی پیش می‌ذاریم کنی 17 ساله بریم باشن اگر الان خیلی جوان و برنادیل و یاش شده گردید، هیچ وقت خستگی رو نبینید. حاضی ما شما را تبریک میکنیم از نام فرزندان، از نام امید جانکه، از نام مولدایتی. گفتم که در دو دنیا سربلندم از دعای پدر مادرم. من کتابی نابی پندم از دعای پدر مادر. پدر مادر من هستند که من در این دنیا سر بالا کرده میگردم. هر دوی آنها انسان‌های بی‌بهایند، هم دهقان هم سوداگر. برای حیاتی ما را زیبا گردانیدن چقدر که تشویش و باری زندگی است و عهده خود گرفتن دوست می‌داریم. هیچ وقت نمی‌خواهیم که سرشان خم باشد و دلشان نم را نبیند. همیشه سرسبز و خرم شده گردند. پدر مادرم در سن 100 سالگی هم خیلی در سالمان سایبان شده گردند. امروز پدر مهربانم برسانید که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد و نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. پدر عزیزی ما هیچ وقت خسته نشود. همیشه ما فخر میکنیم که فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر بوده ما با. چون که ما از خوردی از هیچ کس کم نکرده، از همه زیاد کرده. شبها را بر روز پیوست کرده، در سر گوهره ما الله های ناز میخواندن. مادر عزیزم پدرم باشد، پدر زحمت کش و مهنت دوستم. شب را بر روز پیوست کرده، روزان و شبان فقط مهنت میکردن، مهنتی حلال میکردن. گوید که از نام ما رحمت برایشان. ما هم خیلی خرسند هستم که این خیلی پدر مادر داشته ما با. من امروز در اطراف دوستان پیش هم با بر الله کرده باید که ما فخر میکنیم از این خیلی پدر مادر بودگیشان با. بعد از روزهای باشمار یا بعد از 2 روز یا 3 روز زادروزی مادرم هم هست. مادر ما چشمه مهر و محبت هستند، سرشار مهر هستند. یکم بار از زبانشان سخنی بد را نشنیدیم. برای همین هم مادرم برسانید که مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو. نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. امروز مهمانان عزیز بهر امید جانکه مولدایتی خواستیم گفتنی را رسانیم که اگر خواهی شوی سرور دعاگیر از پدر مادر. بیابی نامی بام و در دعاگیر از پدر مادر.
سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو بخندد وقتی تو یک سر دعاگیر از پدر و مادر. در حقیقت که در روی دنیا از همه دعاهای مستجاب میشدگی دعای پدر و مادر بوده است که البته شما دعا کنید اگر اینها شاه و ملکه شده در این دنیا زندگی میکنند. امروز برای پدر و مادرشان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است، اگر همه ما دست ما خالی باشد برای پدرجانی عزیزشان تقدیم میسازند. مرحمت کتاب قرآن را برای پدرشان تحفه میسازند. مرحمت یک تا خرسک میزنید. مبارک باشد. مادر عزیز صابرایتی فقط راستش میگویم پیش همه مهمانان ما که از دور آمده اینها که میشناسن شمایان را. من چند سال شد که عقد نکاح بستید؟ تویش و چند سال شد؟ 24 سال شده است. مابانی 24 سال با بغیر از 8 ماه بغیر از زادروز کی به گل توفه میکردن پدر که میکردن کی به عرض می برای این روزم برای شما نمی گلم خودتان پدر کنید. مرحبا خودتان لخرزت زمین در روزی زادروز نشا. اسم آدمان هر یک مرد که به درجه های بلند میرسد پشتی وی به قفای وی به زن میستد که سرشته و سرور خاندان هستند. من امروز که برای مادر مهربان سرشته سرور شده این خیلی فرزندهای صالح و صالحه رو به دنیا آوردن برای آنها اینقدر گلدسته های زیبا را تقدیم کنیم. می ارزد حاضر باشد یک تا تبریکات نغزشان رو میشنویم کنی روز زادروز شما و شعر از یاد کردگی گفتن از امید جانکه مادرم شروع که یک تا شعر میخونم گفتن یک تا تبریکاتشون رو میشنویم. مرحبا خوش آمده تو نوری دیده تاجی سر همی مونه هم خیر رضابه رسونده است و چی میگوید اینویم فرزندای منم یکی باورکه شادو سه فرزند شادو بچه کاش همی خیر رضابه اینویم یالیق بینه هم میکتا خوش آمده تو کسانو کنه شعرش هم من خونم مایلش می؟ ها؟ مایلش هم؟ حاضر من از صبرایتی میگویم که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس و هر قیمت و هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس میگویم. البته مادری مهربان امروز روزی خرسندیتان مبارک است. در اینجا باز یک تحفه زیبای ما هست پورتری کلام اعظم فرزندان قبول کرده گیرید. مرحبا زادروز مبارک. So
مهمانان عزیز بار دیگر به هر یک شما کیفیت اعلا شامل نکو نصیباتان باد میگویم. من در اینجا خدا بابا هستم میخواهم تبریک کنم در روز خرسندی. مرحبا. السلام علیکم اهلی ویلا انا میجا انا اسماتو برای خیمون تو چیزی هم بکن رحمت دوران بکن رحمت اما وقت فوق باشد اما وقت بشه فرصت باشتو اما در بکن رحمت من دوره قبول شد من ابرو رو یک دیگه میتونم اما تو برم السلام علیکم مهمانان شمادهتان نویدتان شد ممنون که ما همچنان نبره داشتیم این زیاشان نبره شما دعوتشون این زیاشان همین آقا عمری در راه شد خراب شد یافتگوشان فقط رضای نفس بیان فقط بل شویم و کم نشویم فقط هنمیشه رضای نفس نیم همینویه دستشان برد نبینه کششان مخون بخواه رحمت شمادهتان نویدتان شد قبل الو دادا رحمت هزار رحمت ایت فرزند رو تبریک کنم. مرحمت امیده که آغاز کنید کنید خودتان. مرحمت Onda گفتم به شما دیدم نورید داشته حرمت داشتم رحمت کلام مادر مادرم الهی مگر خلق دارم رحمت این از خرسندی خوشبختی اشکی شادی بهر پدر و مادر بگذار همیشه شاد باشد. مرحمت مولدایتی. سلام علیکم مهمانان عزیز شما دیدم دادیم بیمار سر بدارم اونشون دروش شود سر نوره شود ایراد دور شود مونم هم نوبری شوید. هزار رحمت تشکر میگویم. مبارک باشد. البته مهمانان عزیز اگر سخنهای تبریکاتی باشد اگر میشنویم اگر که نه ما رقص است که اثبات میکنیم گید اگر سرودهای رقصی است. مرحبا رقصش که دیم مرحبا سرودهای شیخ رو میمانیم یک جایم میرقصیم فرصتی میکنیم. زادرس مبارک.
هاشا آسومی ندیسم جای تو تنها خالی عزیزم جگر من سر من سر من شب و بیا توی من دنیای من دیگر من وقتا به مشکل شبای من تاریکی با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هاشا آسوبی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دنبال من تا به خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دنبال من تا به خوشگل شبهای من تو شکایت کردم دستش دونت قلم شب تو را میخون تو من بالا بگفتی که بها میمونم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من تا به مشکل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من تا به مشکل شبهای من بله بله مبارک باشه
من بیننده های عزیز امروز در تبریکات ما که در محله اندوجانی بود با آخر رسید به پایان خود رسید. امروزه این بزم زیبا امروزه زاد روزی پدر مادری خاندان اسمت دکه صاحب رایتی را همراه شمایان به هم دیدیم و پیشکش شما کردیم. در این روزهای خرسندی شمایان نیز در خاندان شما رفته جماعه شهنان چنین کیفیت شکوه ایدانه و تویانه و بسیار هم بلند را در خاندان شما هویدا میکنند. با ما باشد، با شبکه شهنان صحتمند و سربلند باشد. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک